به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستانی خوبم. حالتان چطور است؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه خوب باشد. من آمدم تا یک قصه زیبای دیگر را نقل کنم. راستی امروز شکرانه جان هم همراه ما آمدن. سلام دوستانی خوبم. نقدت سلامتت؟ آماده اید که قصه رو بشنوید؟ پس همراه ما باشید. نام قصه ما جنگلبان. بودگار بود، زمین نبود، شودگار بود. یک روز بچه فیل قصه ما به جنگل رفت تا برای خودش دوستی پیدا کند. اول از همه خانم میمون را روی درخت دید. از او پرسید با من دوست میشوی؟ میمون جواب داد من دنبال دوستی هستم که مثل من بتواند روی شاخه ها تاب بازی کند. تو خیلی بزرگی، تو نمیتوانی مثل من روی شاخه های درخت تاب بخوری. فیل قصه ما چون هنوز هم امیدوار بود دوباره حرکت کرد. در وسط راه به خرگوشک رسید. از خرگوش هم خواست تا با هم دوست بشوند. اما خرگوش گفت من دنبال دوستی هستم که مثل من بتواند در راههای زیرزمینی حرکت و بازی کند. تو خیلی بزرگی، نمیتوانی همبازی خوبی برای من باشی. فیل تصمیم نداشت ناامید شود، پس برای خودش ادامه داد و در راه قورباغه را دید. از او پرسید با من دوست میشوی؟ قورباغه گفت من بالا و پایین پریدن را دوست دارم و در پی دوستی مثل خودم هستم. چطور با تو دوست شوم؟ تو برای اینکه مثل من روی سبزه ها بالا و پایین بپری خیلی بزرگی. فیل دوباره به راه ادامه داد تا به روباه رسید. از روباه پرسید با من دوست میشوی؟ روباه گفت ببخشید ولی تو خیلی بزرگی. وقتی فیل که دید کسی با او دوست نمی شود ناراحت و خسته به خانه برگشت. چند روز گذشت. یک روز فیل دید که همه حیوانات با ترس و لرز به هر طرف فرار می کنند. فیل از آنها پرسید چی شده است؟ چرا همه حیوانات فرار می کنند؟ خرگوش گفت ببر گرسنه شده است و آماده است تا شکار کند. فیل فکر کرد چیکار می توانم انجام دهم که حیوانها را از دست ببر بزرگ نجات دهد. پس به داخل جنگل رفت و به ببر گفت لطفاً حیوانات جنگل را نخور. ببر به فیل گفت تو دخالت نکن، آنها غذای من هستند. به خاطر همین فیل مجبور شد که یک لگد خیلی محکم به ببر بزند تا به او درسی بدهد. ببر هم از ترسش دوید و فرار کرد و از جنگل بیرون رفت. فیل رفت و به همه حیوانها گفت که می توانند به داخل جنگل برگردند. همه حیوانات از او تشکر کردند و به او گفتند که به نظرشان فیل با اینکه خیلی بزرگ است اما می تواند دوست خیلی خوبی برای آنها باشد و به خاطر رفتار خودشان از فیل خجالت کشیده عذرخواهی کردند.
دوستان خوبم، این هم از داستان امروز ما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.